ساحل اولودنیز و این کشتی هایی که تور میبرن. حرکت کردیم به سمت کلبکلر وادisi. Evelin tevakkuf این کشتی Kelebekler Vadisi. Sevgili misafirlerimiz şu anda gelmiş olduğumuz yerimizin adı Kelebekler Vadisi. یعنی وادی پروانه ها در نزدیک اولودنیز هست. این منطقه رو فقط میتونید با کشتی بیاین و راه زمینی ورود نداره. تو این منطقه یه پلاژ هست میتونید شنا بکنید و از طرفی هم یه آبشار کوچولو بویا داره. بارهای مختلف هم هست میتونید بشینید. میلیون 200 خب اینجا یه نگه می‌داری میتونید شنا بکنین. آبش هم خیلی تمیزه و هم اینجا برای نهار نگه می‌داریم. خب یه نیم ساعت دیگه هم اینجا توقف کردیم که